حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشوس فاه بالسواك. أبي وائل از حذیفه رضی الله تعالی عنه روایت میکند ان النبی صلی الله علیه وسلم كان اذا قام للتهجد من الليل، وقتی که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک برای نماز تهجد میخیست، دفعتاً مسواک را میگرفت و دندانهای خود را بالای مسواک می شست. دهان مبارک خود را بالای مسواک پاک می کرد. این امر برای ما شما نیز است. در خستن برای نماز تهجد مسواک زدن انسان را بسیار بیدار میکنه و از خواب و غفلت دور میشوه. حکمت های زیادی است در مسواک که ما شما باید برایش متوجه باشیم.